سلام، ما امروز اومدیم که راجع به ناامنی در ترکیه صحبت کنیم. من یه سلامی بکنم اول. همونطور که نیلوفر گفت موضوع راجع به ناامنی حالا یا امنیت، یعنی اینه که ببینیم اصلا امنیت تو ترکیه به چه صورته و صحبت بکنیم. و این برای ما چیز شده بود، مسئله شده بود که حتما راجعش صحبت کنیم، چون خودمون قبل از این که بیایم اینجا خیلی ترکیه رو جای ناامنی میدیدیم، مخصوصا شهر استانبول رو به خاطر فیلمایی که میدیدیم توی ایران که میساختن که هر چی دزدی میخواست بشه یا قاچاق بشه یا اتفاقای مافیایی که میفته همه رو میآوردن تو ترکیه، مخصوصا تو شهر استانبول نشون میدادن که این اتفاق انجام میشه. ولی حقیقت امر به نظر من اینه که این شکلی نیست. نظر تو چیه؟ به نظر من اینطوریه که همیشه توی فیلم ها خب یه سری چیزا رو اغراق میکنن و اصلا هم به این شکل نیست. من باید گفتش که چون ترکیه یه کشوری هست بین اروپا و آسیا، خب وجود داره خیلی مرز، مثلا ممکنه لب مرز خیلی ناامنیایی باشه و خیلی کارایی انجام بدن، ولی خب ما داریم داخل شهرهاش صحبت میکنیم و مخصوصا در مورد استانبول که به چه شکل و به چه صورته. آره ببینید، استانبول اولا که خیلی پیشرفت کرده، یعنی اینکه حالا نمیدونم شاید یه ذره فکرها راجبش قدیمیه، هنوز خیلی اروپایی شده نسبت به بقیه شهرهای خود ترکیه حتی، و محله تا محله خیلی شرایط فرق میکنه. مثلا جایی که ما زندگی میکنیم، ما محلمون حد فاصله کایتانه و شیشلی، یعنی جفت این محله ها هستیم در واقع. خیلی امنیتش خوبه، یعنی من دیر وقتم بیرون بودم هیچ مشکلی نداشتم و دیدم که مثلا توی تهران شده ببینم یه وقتی گوشی یه نفر رو میزنن ازش، ولی اینجا هنوز ندیدم همچین چیزی رو واقعا. ولی یه چیزی هم که هست، حالا تو بگو تا من میخواستم راجع به این صحبت کنم که اگه مردم ذهنشون در مورد مرکز توریستی خیابون تکسیم هست، خب خیابون ممکنه خب ناامنی براتون پیش بیاد، مثلا حالا دزدی بشه، گوشی باشه، نمیدونم کیف پولی باشه و پاسپورت از این جمله مثلا مدارک باشه. میگم شلوغ عملیاتی توش هستن. ولی همینو میخواستم بگم که نیلوفر گفتش بخش توریستی. من چند بار سالن کنسولگری رفتم، بعد تو کنسولگری دیدم که شکایت ها خیلی بوده راجع به اینکه توی مثلا تکسیم پاسپورتشون رو دزدیدن، گوشیشون رو دزدیدن، پولشون رو دزدیدن. این تکسیم که میگیم احتمالاً همتون دیگه میشناسین، یه جای توریستی خیابون استقلاله که همه ملیت ها همیشه اونجا هستن و خیلی شلوغه، یعنی اکثر وقتا رد شدن از بین آدما سخت میشه اونجا. و خب باید خب بیشتر مراقب وسایلت باشی دیگه. مثلا اینطوریه که خب شما الان مثلا وقتی میرین تهران، مثلا مثل بازار بزرگ که میرین، چون خیلی شلوغه، همیشه شلوغه، اما مترو گرفته تا خود بازارا، خب اونجا یه احتیاطی دارین دیگه. مثلا کیفتون رو کوچیک‌تر بردارین، وسایلی که خیلی واجب نیست و مثلا پول نقد با خودتون هم نمی‌کنین و کیفو همیشه مراقبش، یعنی حواستون به کیفتون هست. خب تکسیم هم دقیقاً یه همچین شکلیه، یعنی همین طوریه، شما باید بیشتر مراقب وسایلاتون باشین. ولی خب خارج از تکسیم که بشیم، حالا مثلا نیلوفر جان منطقه ما رو گفتن که من دوباره بهش گفتم نیلوفر جان الان به من میگه چرا به من میگی نیلوفر جان، نمیدونم چرا انقدر با من مؤدب میشه تو ویدیو. کلا این شکلیه که خب ما توی منطقه که داریم زندگی هنوز برای ما که پیش نیومده، یعنی برای خود من که هنوز پیش نیومده و من واقعا خدا رو شکر و هنوز هم من خودم کسی رو ندیدم که یه اتفاقی براش بیفته. من چند وقت پیش داشتم توی یه فروشگاهی خرید میکردم و این فروشگاه خیلی شلوغ بود و این صفحه صندوقش خیلی طولانی بود. من خریدامو که انجام دادم و اومدم بیرون از فروشگاه، یعنی از صف اومدم بیرون، پشت سر من یه خانومی بود که داشت خریداشو صندوقدار حساب میکرد. من گوشیمو جا گذاشتم، یعنی اومدم از فروشگاه بیرون و گوشیم مونده و من اصلا نمیدونستم که گوشیم نیست. دیدم پشت سر من یه خانوم است و منو صدا زد که خانوم این گوشی شماست، گوشی شما جا مونده. بعد
من اونجا دیدم بله من گوشیمو جا گذاشتم و خودم اومدم و در این حد که حتی خود مردمشون اینطوری مثلا به من اطلاع داد. یعنی اصلا این اتفاقا که میفته ربطی به مردم ترکیه و ترک نداره. مثلا حتی میگم مسئول اونجا که خودش حواسش نبود، شخصی که پشت سر من بود میتونست گوشی منو برداره و بیاد بیرون، اصلا به منم اطلاع نده. ولی منو صدا زد و منو مطلع کرد از این که من گوشیمو جا گذاشتم و من واقعا ازش ممنونم. آره ما هم اتفاقا یه بگ بزرگ خریدی و جا گذاشتیم توی فروشگاه که بعدش که برگشتیم حالا یادمون اومد بریم برداریم، دست نخورده سالم سر جاش بود. یعنی اینم من کاملا این حرف نیلوفر میپسندم. تعمیم ندیم به نظرم. ناامنی رو اگر میبینیم به مردم اون کشور تعمیم ندیم، نگیم کل آدمای اون کشور فلانه. خب بنده خدا خیلی مهاجر پذیرن، کلی توریست دارن، واقعا این دلیل نمیشه خودشون آدمای بدی باشن. درسته توشون آدم خوب و بد قطعا هست، ولی اونقدر ریت آدمای بدشون زیاد نیست که اونجوری که ما فکر میکنیم نیستش. خواستم راجع این موضوع دیگه هم بهتون بگم که کلا یه موضوع احتیاطیه و حواستون باشه. ببین کلا توی استانبول تاکسی گرفتن، شما هر جایی بخواین برین تاکسیش کیلومتر داره و بهتون قیمت رو نشون میده که تاکسی متر بر اساس کیلومتر رو. بله اون مدت زمانی که من یادم نمیاد کلا چی بود، ولی همون کیلومتر رو چیز دیگه زمان جفتشو محاسبه می‌کنه. دقیقاً. بعد شما جایی که مثلا نقطه‌ای که سوار میشین، خب به اصطلاح میگن سوار پیاده شدنش که قیمتش مشخصه و تا مسیری که بخوایم بریم باید ازشون درخواست کنین که اون کیلومتر رو روشن کنن. یعنی شما باید بدونین که الان هزینه این مسافت چقدر شده. یعنی اون آینه ماشین که از آینه جلوی خود راننده قسمت بالاش گوشه سمت راست عدد اون مبلغی که شما باید پرداخت کنید و میزنه، هر ثانیه هی بیشتر میشه این مبلغ. این باید روشن باشه و شما بتونید اون عدد رو ببینید. اگر خاموش باشه یعنی میخواد هر عددی دلش خواست بگیره تاکسیه. دقیقاً. خب ولی خب ما اومدیم بحث تاکسی ما را انداختیم، حالا یا مکانهایی مثل تاکسی. ببین مکانهایی مثل تاکسی به این صورته که خب راننده هایشون کیلومترشون رو روشن نمیکنن، نه همشون، یه سریاشون روشن نمیکنن و مثلا شما میگی از اینجا تا این مسافت مثلا اونا میگن انقدر میشه هزینهش. دیگه خب بازم چون توریستیه و شلوغه و تقاضا زیاده اینطوری میشه. آره واقعا همینطوریه و شما میتونین اونجا طی کنین یا بگین که نه نمیخوام سوار شم و باید کیلومترت روشن باشه، یا اینکه باید بگین که یا تایید میکنی یا قبول نمیکنی، که صرفا هم قبول نکنین بهتره، چون هزینه هایی که میگم من خیلی موارد رو دیدم که به دلاری هم مثلا حساب کردم و خیلی کسا هم میدونین این پولو پرداخت کردن، روی ناآگاهی دادن این پولو. مثلا طرف گفته از اینجا تا اینجا $100، خب اون شخصی که از یه کشوری اومده که اصولا کشورهای عربی که میان براشون پول مطرح نیست، این هزینه رو پرداخت کردن و خب اون تاکسی هم فکر میکنه خب میتونه دیگه پس از همه بگیره. یعنی دقیقاً فکر میکنه مثلا میتونه از همه توریستا این مبلغ رو دریافت کنه که شما باید حواستون باشه. بعد یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم اول ویدیو، می‌خواستم بگم که پول نقد رو با خودتون نبرید و این داستانا. بعد دیدم که خب نمیتونم این حرفو بزنم به خاطر اینکه وسایلی مثل پاسپورت باید حتما همراهتون باشه، چون پلیس الان خیلی جدی شده روی این قضیه، چک میکنه. پول نقد هم ما ایرانیم و کریدیت کارت نداریم متاسفانه و باید با پول نقد خرید کنیم، ولی یه کارتایی وجود داره بهشون میگم پاپارا. این کارتا رو میتونین بگیرین، نیازی به داشتن اقامت نداره و تو بانک هم نمیخواد بهت حساب باز کنی، یعنی اینترنتی میشه، حتی بعضی فروشگاه میشه خریدش، ولی حداقل باید سیم کارت ترک رو حتما داشته باشید. ولی اگر این کارتا رو بگیرین قابلیت نقل و انتقال پول و این داستانا هم نداره، فقط صرفا مال اینه که شما پول نقد رو از حالت کش در بیارین توی بانک بریزین و با کارت خرید بکنید. این امکانو بهتون میده و به نظرم برای افزایش امنیت خیلی چیز خوبیه. خریدی میخواد انجام بده، یا مثلا کسایی که کلا سال چندین بار میان ترکیه و نیاز دارن که یه همچین کارتی رو داشته باشن.
و یه موضوع دیگه هم این بود که پس بهتره تا چیزی رو که ندیدیم و باهاش برخورد نداشتیم و قضاوت نه، و واقعا همه جا میگن که قضاوت کار خوبی نیست و عجله نباید کرد. آره واقعا به نظرم که یکم ظلم انگار هست، یعنی ناحقیه که آدم، چون من از مردم ترکیه واقعا بدی ندیدم، خیلی آدم خوب بیشتر دیدم از آدم بد، اینجوری بگم بهتره دیگه، ما از اون برای بوم نیافتیم، ولی ندیدم و خب به نظرم راجبشون قضاوت بکنیم اینطوری ندیده نشناخته. و خیلی شنیدم اون مثلا میگن که آره تو رفتی ترکیه زندگی کردی، ترکیه که همه دزدن، اصلا به درد نمیخوره، کشور فلانیه، خیلی از ایران ضعیف‌تره، نمیدونم. آقا اینطوری نیست واقعا، یعنی به نظرم یه کمی با علمتر صحبت بکنیم، یعنی یکم جبهه‌دار نباشیم. نمیدونی فرد مشکل از کجاست؟ مشکل از اینه که خب ایران تمدن بیشتری داشته نسبت به ترکیه، خیلی تمدن بالاتر، فرهنگ بالاتر و واقعا هم نباید از حق بگذریم که ایران توی خیلی چیزها از استانبول یعنی از ترکیه خیلی بالاتر بوده. و الان بعد این هم هست که ما بدون ویزا داریم میایم. خب کشورهای دیگه باید ویزا بگیرن که بتونن بیان اینجا، ما بدون ویزا روی پاسپورت میتونیم 3 ماه تو خاک ترکیه باشیم و اینکه یه چیز به درد نخوره، هزینه نمیکنن، بابتش چیزی پرداخت نمیکنن، راجبش سریعتر قضاوت میکنن و میگن نه ترکیه اصلا امن نیست، ترکیه کشور فلانیه، ترکیه اونطوریه، ترکیه اینطوریه، کشور فقیریه و ما تمدنمون بالاتر از ترکا بوده، ما فرهنگمون بیشتر از ترکا بوده. درسته ما یه موقعی تمدنمون بالاتر بود، یه موقعی فرهنگمون بالاتر بود و الان باید بهتون بگم ترکیه و مخصوصا استانبول این کشورهای اروپایی میمونه حتی بهتر واقعا و هم فرهنگ مردمشون و چون اجازه دادن پذیرفتن، مثل ما نبودن که اینجوری سفت باشن که وای نه ما فلانیم. نه، آدمیزاد باید آپدیت شدن و جدید شدن و نو شدن و بپذیره، دوستش داشته باشه، ازش استقبال کنه. من خودم به شخصه ترکیه رو که دوست دارم و مخصوصا استانبول رو خیلی دوست دارم. استانبول یه جوریه مثل اینکه تهران و شمال رو ریختن تو هم. تو یه جای شلوغی ولی طبیعت خیلی دریا داری، طبیعت داری و این برای من خیلی حتی تاریخی، حتی خریده، همه آپشن‌ها رو با هم میده. یه چیزی هم بگم، هم واسه جمع‌بندی هم پیرو حرفی که تو زدی، بچه ما این حرفایی که داریم میزنیم و داریم صرفا راجع به شهر استانبول میگیم، نه شهرهای دیگه ترکیه. منظور ما شهرهای دیگه نیست، چون حتی آنکارا که پایتخت ترکیه هست نه به پیشرفتگی استانبوله، نه به شلوغی استانبوله، نه به قشنگی استانبوله. از نظر طبیعی البته اکثر شهرهای ترکیه قشنگن و خب از نظر پیشرفتگی و شلوغی هیچ کدومشون مثل استانبول نیستن. شهر استانبول 11 برابر تهران، وسعتش، پیشرفتش، تکنولوژیش، همه چیش، شلوغیش هم حتی، یعنی حتی نکات منفیش هم قاعدتاً بیشتر از تهرانه. و حتی حالا کسایی که کشور اروپایی زندگی کردن اینجا هم زندگی کردن توی استانبول، عقیدهشون اینه که زنده بودن و شلوغی استانبول رو یه شهرهای خیلی خیلی خاص و کمی تو دنیا، مثلا پاریس فقط داره، یعنی توی کل اروپا خیلی تا شهرهایی که حتی مثل استانبول باشن کمه. و خب کاش بپذیریم اینو، زحمت کشیدن این شکلی کردن شهرشون. به نظر من اصلا نباید گذاشت که واقعا مردمان خونگرمی دارن. مثلا خب خیلی‌ها که اروپا زندگی میکنن و یا رفتن میدونن که هیچ جایی در اروپا مردمانش انقدر خونگرم نیستن. بعد فرهنگشون هم به ما خیلی نزدیکه. آره، یعنی سلیقه غذایی بگیر تا رفتار و تعارف کردن و همه چی، تو همه چی نمیگم عین ما نیستن، چون قشنگ وسطن دیگه، یعنی همونجور که کشورشون وسطه خودشون هم کاملا اخلاقشون متوسطه. و این هم خیلی چیز با مزه‌ایه که یک کشور با فرهنگ آسیایی و اروپایی باشه. و اینم من باید بهتون بگم و من باید اینم بگم که ما اصلا دلمون نمیخواد بگیم کشور ما بده،
تهران بده و ما آدمایی هستیم که کشورمون رو فروختیم. ما کشورمون رو دوست داریم و هیچ وقت هم فراموش نمی کنیم که گذشتمون کجا بوده، کجا به دنیا اومدیم، کجا بزرگ شدیم و هیچ وقت هم نمیخوایم بگیم که وای چقدر ترکیه استانبول زرق و برق داره فلان. نه، تهران خوبیای خودشو داره و من تهران رو خیلی دوست دارم و استانبولم به خاطر این انتخاب کردم که مثل تهران بزرگ و شلوغ و زنده و است. نزدیک به ایران. ما این موضوع برامون خیلی مهمه چون ایران دوست داریم، اینجا نزدیک به ایران. فقط اینکه یه سری حرفا حقیقت و دردناکه، یعنی وقتی میگیمش قطعا خودمون هم از ته قلبمون قصه میخوریم از اینکه میگیم ما تاریخمون فلان بوده ولی الان اذیت کننده است. وارد این بحثا نشیم، ناراحتتون نکنیم، ولی خب به نظرم کل جنبندی این ویدیو اینه که بهتون بگیم که یک کم واقع بینانه تر، یک کم بی جبهه تر برخورد کنیم با مسائل. آره دقیقا بهتره که تبعیض و کلن بذاریم کنار و نگیم که ما خوبیم بقیه بدن، بقیه خوبن و ما بدیم. نه، همچین چیزی نیست. ما همه انسانیم و حق داریم که روی این کره خاکی در شادی و در کمال امنیت با هم زندگی کنیم. امیدوارم که ویدیو مفید باشه براتون. اگر که دوست داشتین ویدیو رو ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.